خدمت همه همراهان عزیزم در کانال فال حافظ. امیدوارم حال دل همتون خوب باشه. با هم نیت میکنیم و از دیوان حافظ غزل و فال امروز رو من براتون میخونم و تفسیر میکنم. از شما عزیزان میخوام با من این عبارت رو تکرار کنید و نیت خودتون رو در مورد مسائل عاشقی، روابط، کار یا شغل، سلامتی، فرزند و هر چیزی دیگه‌ای که مد نظر خودتون هست در ذهن داشته باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. ای خواجه حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی، تو را به شاخ نباتت قسم که بر من نظر اندازی و آنچه که به خیر و مصلحت میبینی آشکار سازی. خب دوستان عزیزم، غزل شماره 176 برای شما آمده و واقعا مژده به شما که فالتون عالیه. من براتون میخونم غزل رو. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا و خراب، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشاد، که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد، ناله فریاد رس عاشق مسکین آمد. مرغ دل باز هوادار کمان ابرویی است، ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد. ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست، که به کام دل ما آن بشد و این آمد. رسم عهدی ایام چو دید ابر بهار، گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد. چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل، عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد. عزیزانم، حضرت حافظ در این غزل برای شما مژده داره که حتما به آرزوتون خواهید رسید و اونچه که در سرنوشت شما اومده همون میشه و به شما مژده میده که شاد باشین و اونچه که مدت هاست در انتظارش هستین حتما به سمت شما خواهد آمد و یک شادی بزرگی برای شما میاره. اگر به نیت ازدواج گرفتین براتون بسیار عالی هست. اگر همسر دارین همسرتون خیلی مهربونه، در طالع شما 3 فرزند هست و انسان با محبت و خیرخواهی هستین. اون چه که بهش تمرکز کردین و نیت کردین در این فال برای شما عالیه، حتما انجام بدین. همراهان عزیزم، امیدوارم که جواب نیت و سوالتون رو گرفته باشین. از شما میخوام برای حمایت و انگیزه به من که هر روز اینجا فال و تفسیر غزل رو براتون بخونم، کانال و چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و برام حتما کامنت بذارین. ممنونم، دوستتون دارم. تا فال بعدی، خدا نگهدار.